امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ایمان گفتند باب حلاوت الایمان، باب درباره حلاوت ایمان. حلاوت از کلمه حلوا گرفته شده است، یعنی به معنای شیرینی، طعم خوش. حلاوت ایمان یعنی ایمان هم طعم دارد، لذت دارد و لذت ایمان را واقعا شخص می چشد که خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث پایان صفاتهای آن شخص را بیان کردند و چشیدن لذت ایمان این لذت روحی هست و لذت معنوی هست. و امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ایمان بیهوده چنین بابگذاری نکردند و حدیث 16 را زیر باب حلاوت الایمان ذکر کردند که الان به قرائت و ترجمه و شرح آن انشاءالله شروع میکنیم. در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند سه خصلتی هست که در کدام شخص اگر آن سه خصلت یافت شود وجد حلاوت الایمان، او حلاوت ایمان را میچشد. گفتند مزه ایمان، طعم ایمان را میچشد. گفتند سه خصلتی است. این را اجمال قبل البیان و تفصیل میگن، یعنی اجمال است پیش از بیان و تفصیل. پیش از آن که این سه خصلت چه خصلتی هست بیان کنند اول گفتند که سه خصلتی هست که در کدام انسان اگر آن سه خصلت یافت شود طعم ایمان را میچشد. گفتند ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. خصلت اول این که الله و رسولش برای بنده از غیر الله و رسولش محبوب تر باشد. از همه شخصیت های دوست داشته ترین برایش اگر الله باشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، از همه بیشتر و والاتر و عالیتر اگر الله تعالی و رسولش را دوست دارد، الکی این خصلتی هست که بنده به چشیدن طعم ایمان نزدیک شده است. واقعا محبت الله و رسول این اصل دین است که باعث تمام دیگر طاعت و عبادت ها و تصدیق سخن ها این همه از محبت الله و محبت رسول الله منشأ می گیرد، یعنی باعث می شود، سبب می شود محبت الله و رسول که بنده اطاعت الله و رسول کند. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خصلت دومین را بیان کرده، گفتند که ان یحب المرء لا یحبه الا لله. یا مردی را دوست می دارد، یک شخصی را دوست می دارد فقط به خاطر الله تعالی دوست می دارد. به خاطر الله تعالی دوست داشتن چی؟ یعنی باید بنده مسلمان هر یک شخصی را دوست دارد که الله تعالی آن شخص را دوست می دارد. الله تعالی ما میدانیم که مسلمان ها را جملتاً دوست می‌دارد. باز در بین مسلمان ها پیغمبر ها، صحابه ها، علما، اولیاء الله، طالب علمان، حافظان قرآن مثلا یا شخصانی پرهیزگار، راستگوی، با تقوا، این گونه شخص ها را الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خبر داده است که الله تعالی دوست می‌دارد. یعنی ما هم باید دوست داریم، دوست داشتن ما باید با دوست داشتن الله تعالی موافقت کند. و سیومین خصلت را بیان کرده، گفتند که و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. همان بنده طعم ایمان را میچشد که کافر شدن را بد بیند، از ایمان جدا شدن را بد بیند، چه خیلی که با آتش افتیدن را بد میبیند، چه خیلی که با آتش دوزخ افتیدن را بد میبیند، همین گونه کافر شدن را باید بد بیند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در دعاها میگفتند که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای ذاتی که قلبها در دست تو است و قلبها را به هر طرف میگردانی، قلب مرا در دین خود استوار و ثابت قدم گردان که در این دنیا مسلمان زیستن و از این دنیا مسلمان وفات کردن را برای ما نصیب روزی گردان. می ترسیدن از کافر شدن و کسی که از کافر شدن اگر ترسد
او طعم ایمان را می چشد. اگر این سه عمل ها را کدام بنده که اجرا کند و این خصلت ها در او یافت شود، او طعم ایمان را می چشد. و مقصود امام بخاری از آوردن این حدیث در کتاب ایمان آن است که چه خیلی که شخصی صحیح طعم عسل را مثلا شیرین در میابد و حلاوت آن را می چشد، و در عکس او شخصی بیمار عسل در نظر او طعمش ترش است و کسی که بیماریش برطرف می شود، کمتر صحت می شود، الکی طعم عسل را کم و بیش می یابد. همین گونه مردم در چشیدن طعم ایمان گوناگون هستند و این دلالت می کند که ایمان زیاد می شود و کم می شود، برای آنکه بعضی انسان ها طعم ایمان را نچشیده است و بعضی انسان ها بار چشیده است، بعضی انسان ها چندین مراتب چشیده است، بعضی انسان ها مانند شیخ الاسلام تیمیه همیشه سحر و بیگاه در هر یک لحظه طعم ایمان را می چشیدند و خوشبخترین انسان بودند در آن زمانه. از چی است؟ از طعم ایمان است. الله سبحانه و تعالی را پرسان هستیم که برای ما چشیدن طعم ایمان را نصیب روزی گرداند. واقعا حدیث بسیار پهلوهای زیاد دارد، می شود که شرحی وسیع داد، ولی وقت کفایگی نمی کند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.